حاجی صاحب. مانده نباشید. خوب است انشالله. بخیر. سلام استاد. بخیر است. سلام علیکم. بازم مزاحم شدیم. خاص بیننده‌های ما همی بود که بیایم همراه خودت شاگرد شویم به یک روز و یک چیز جور کنیم، همچنان از گپ‌های آموزنده شما بازم گپ داشته باشیم. بخیر باشید. امروز چی تصمیم داریم جور کنیم بخیر؟ امروز ما بیل جور میکنیم. بیل جور میکنیم برای مردم لوگر. برای مردم لوگر. ولایت لوگر. ما هم از لوگر هستیم. ما هم از لوگر هستیم با مردم ما. بعد دست پربرکت شما بیل جور میشن. ما شاگردت هستم انشالله. کار شروع میکنیم بخیر. بخیر باش. ما عینه. صحیح سر؟ کنند. یک کنند. خب. توده اونو. جایی که بیادر میدن. خب. ما کم بیدی که دست نکنه. صحیح. اونو. یک بیل ما تا یک مرحله پیش رفت. چقدر چکش باید بخوره؟ یک بیل که نو جور میشه عددار چکش بیاد میخوره. عددار ودان چکش نمیشه ودان. این ودان میگن. همین سه ودان برای. امروز چند دانه ساخته نوشتای؟ امروز دیگه این بیل کلان 6 دانه. 6 دانه؟ این بالاخره ما آخر کار ما. این مردم خاکدار از ولسوالی د.ست و دیایان ترخیص. بسیار خوب. اینه؟ یاد انشالله نابلدی شاگرد شما باشم انشالله یاد میگیرم حاجی صاحب. انشالله ما هم به جای خود رسیدم بخیر. وقت این توان در رد تکنولوژیکی اویرولی نو دادی کار فایل دیمار کار فایل او فلو دو برا استاد شاگردان هر ورځ دلته په دې سخت کار مصروفه دي او کار کوي. واه بالاخره یو ښه بیل بالاخره جوړ کړي. انشالله. یعنی میفهمم که مثل یک شاگرد عمل کنم، دروازه رو باز و بسته میکنم. صحیح. حاجی صاحب از گپای شیرینت قصای شیرینت ما میخوایم بشنوم بخیر. در جریان کار ما میخوایم بشنوم و مستفید شم هم بیننده‌ی عزیز. اینجا زغال مندازیم در سر بریم. زغال در سر میگیره. بله آینه برق توسط برق مورفین میده. خب مورفین پاکستانی کنه میره. صحیح. اون توسط برق عمل میکنه. اگر برق نمیباشه مورفین دیگه مورفین داره میره. مورفین دستکی. صحیح. یک وقت روزگار. از اون وقت اول نگاه کنید. ماشاءالله. این از وقت امیر ابی‌الله آقای امان‌الله خان دمای مشکی بود نگاه کردیم. تا فعلا. بله آفرین. یک آثار باستانی گفتم میشه. اونی ترازی مام کرد اونی ترازی وانا فکرم نبود استاذ. کلام گپ نیست. خیلی ببینی او ودان خورده اینجا ودان کلان ما داریم اینجا یک دادر ما همراه از اون میدنن نکان بده ودان کلان. صحیح. من میگیرم. والا ودانای مختلف هست استاذ. بله یا من نه خورده بدنیان کار میکنن. یه دادر اینجا نه داره. وای اینه که بلند میکنم ترم داریم. والا شما من این چیزا رو بیشتر دوست دارین در زندگی تا. بله. همه درست نه؟ دامان کارمون. بله. اما وسیله را که بیشتر دوست دارین در کارتان کدام وسیله است؟ این وسیله که این ودان تنگان که بسرش کار میکنیم منودان های نتکوش خودم دیگه یکی بدون دیگه نمیشه تکمیل کرد. نه کدوم دیگه ما آهنگر که بهتر است و سه ودان ضرورت داره. مثال این شما کنین سه ودان. صحیح. آهنگر که بیل نمیسازه و اگه دو ودان یک ودان هم باشه کدام مشکل نیست. آهنگر هست که از آهین نازک میسازه و یک ودان ضرورت داره. صحیح. اون تا ما که میسازم از آهین 5 میلی 8 میلی 4 میلی میسازم. این دیده میشه که آهین زود یخ میشه نه زود سرد میشه. دقیقه زود باز همون بیل هم که من میتونم مردم اینمی دیخانا برد من نمیتونم. خب بله بسیار خوب. اگه بیل از این ممکنه بله کل بیل از این خراب میشه. صحیح جایی نه. راست میگی. بشکنه یه وقت دیگه بیل. 2 سال 3 سال وارنتی میده. والا بشکن. خیلی ببینید استاد. زنده باشید. سلام. کار خوب کنه آدم به درد میخوره. بله.
یک چیرک برات میگم. میگه گلی که تربیه دست باغوان نشود. ببینید گلی که تربیه دست باغوان نشه اگه در چشمه خورشید زل زند بدبو. آفرین. گلی که تربیه دست باغوان شود اگه در گلخن حمام کردن خوشبو. نام خدا. اینجا مثال انسان هم دادم. راست میگی؟ گل خونه هر جای میل نه؟ بله بله مثال انسان هم اون اگه تربیه خوب شود. دقیقا. اگه تربیه خوب شود گل ثمر خوب میگیره. ما توجه نکردم کلوب‌های دیگر رو موضوع خود کردم. اما تو راست. و دیگر میناله کن. بله. این سال افغان نمید. والا کار سخته. خب برداشت کن. نام خدا ایستاد. یک روز یک کت دیگه هم پرسان کرد. بله. اگر یعنی از کار راضی سیم مگفتم اگر شب بر استراحت نباشه من شب هم کار میکنم. نام خدا. واجی صاحب من برات میگم که شما یک برکت هستی. زنده باشه ریسا پیدا خب کنید برکت. دقیقا بزرگای ریسا پیدا که بحال باشه نه ریسا پیدا بیال. راستی. بزرگای ما واقعا سرمایه ملی ما سرمایه خانوادگی ما من خب بهتر برای درک کردم که بزرگ سفید باشه که خلاف سر نباشنی آره تو سفیدای ما تمیال فعلا بودنباز است تک جنگی داره دیگه داره اونه میفهمنم سرام است مگم به این ریزی سفید مگم مونه عمل کن میگه روز قیامت که میشه پیغمبر خدا نه خداوند جل جلاله میگه از دنیا چی برای ما توفا وجود خدا با ایمان ببره کل ما حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سفید میکنه میگه توی تو که سفید شدی برای من گردیش سفید از رویای من نیاد ما ببینیم که خدا از سفیده اما هیچ احترام نیست دم لباس بالا سابق میکنی 10 نفر میخید این سفیده نه تا پایین بید حالا که بالا که خلطه چیزی بروی او بچه می سفید میگه در بوام می تمام می اوسی کم کار که او داده لوگرد خلقو ده ده لوگرد خلقو خاص ده یا ذوقی ده دادی اوگوی اجدادشان دیگه حتما از امی بیلاست بله خب یک بیل ما تقریبا 80% آماده است آماده 80% آماده است یک 10%شان در قسمت ایچی آماده میشه که تراش میشه دیگه جلا میگیره صافکاری میشه آیین عرضی هست یا 4.5 پاو این خود سوخت نکنه بیل مبره 3.5 پاو یک پاو سوخت نکنه آتشی را میکنه و این بسیار گرنگ است همین مردم ما چطور از این بیل‌ها استفاده میکنن ثبوت هستن این ثبوت اون دیگه گرنگ بود اونو را شما را دادم بله بیل لوگر گرنگ بود نه بیل لوگر خب بیل لوگر از 3 پاو با این بیل مردم ترخیل دیگه یا صحیح این گرنگه گرنگ هنوز هم با این مردم ثبوت است حالا یک در یک ضعیف شدن اگر نه یک سارک میکنن در وقت آمد کرده بله یک دو تاری سفید آمد از یک شرکت بود صحیح گفت که برای ما 200 دلار بود چقدر قراردادش داره جور صحیح لیکن شرط ما بود که ما نفرای نیستیم که چیزو بخوریم سفید بود صحیح یعنی بیل جور کن که با مفاد ما اون امداد میدادن دقیقاً ما گفتم برای بیل جور میکنم از سرش تایر موتر تیر بود اگر شکست نبید اگر نشکست بید لیکن به شرطی که دسته شد و یک دون نمونه برای جور کردم بود صبح پس آمد عادل گفت قرارداد میکنم کار خوب کار خوب و کار با صداقت پیسی خوب و دوم دیگه اونا درخواست چیز دیگه را نکرد من فهمیدم بعضی کسا هستن میگه بیادر نمونه بده صبحش میایه پس مثل که برای ترکا میغ جور میکردم یک بچه یک ترجمان میامد ترکیه در میدان بود 6000 دلار گشت آمد گفت 100 دلار ما را بیدیم ما برات بگیریم خوب ما گفتم باز نامد خدا نام حلال از سر ما بخورانه
حاجی صاحب گپایت خیلی شیرین است و خیلی آموزنده. وقت شما رو خیلی گرفته. نه شونه کار لیدون کو کار و در اول دیمون لپاره بسیار تشکر و درباره هر مکان تاریخی، هر مکان مقدسی که در شهر کابل است و میخوایم از شما بخیر معلومات بگیرم در آینده شما را داشته باشیم بخیر. هر وقت شما فرصت داشتید ما میایم در خدمت شما ان شاء الله. تشکر پدر. یک جان سپاس. یک جان سپاس. شب امروز ما میریم ما در ترک دوی کارته نو خانیم. یک جان سپاس. اون موتر است شکر میریم بازار جایی که خیلی مهربانی کردید. دو تورنت که ما میفهم خیلی مهربانی کردید. بینوالو وقت فکر کنم 1.5 ساعت ما همراه شما بودیم 2 ساعت بودیم ولی بخیر باشیم. ما تو فکر میکنم 2 دقیقه شیشتیم همراهتان یعنی خوش گذشت. لیدون کو داوز موږ دنن ورځ خبرونه تربیات تاسو پلوي بکون که خدای سپارم اختیار یادونه کوم چې حاجی صاحب سره له خیره موږ بیلا بیل خبرونه لرو که خبرونه نه دی ویناو په څیر تاسو ان شاء الله د حاجی صاحب خبرونه وړاندې کوو او د موږ له خوا د سیټي ول میډیا له خوا تاسو ته کله ډالۍ د خیره وړاندې کوو. موږ په راتلونکي کې هم له حاجی صاحب سره خبرې ولرو. صحیح صحیح. یک جان سپاس. یک جان سپاس از همکاریتان.